سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. آموزش 2 روش بافت مروارید بافی رو داریم که با یادگیری این روش به راحتی میتونید هر مدل از مروارید بافی رو به راحتی انجام بدید. میخوام خونه های 4 تایی بزنم. 4 تا مروارید به داخل یه سر نخم میندازم. فرقی هم نمیکنه کدوم سر نخم باشه برای بافت اولیه. مروارید دقت بکنید داخل یه سر نخمه. با طرف دیگه یه نخم به صورت ضربدری از داخل مروارید رد میکنم، یعنی 2 سر نخ به صورت مخالف از داخل مروارید بیرون میان. 2 سر نخم رو توی دستم میگیرم، مروارید رو به سمت بقیه مروارید ها میبرم. الان خونه 4 تایی من نگاه کنید درست شده. ببینید دقت بکنید 2 سر نخ من از یه دونه مروارید رد شده. پس برای زدن خونه بعدیم احتیاج به 3 تا مروارید دارم. یه دونه مرواریدم نگاه کنید اش مشترک 2 سر نخم از یه دونه مروارید خونه 4 تاییم رد شده. پس احتیاج دارم به 3 تا مروارید دیگه. داخل یه سر نخم 3 تا مهره میندازم. یه دونه مهرمو دارم. مهره سومم رو توی دستم میگیرم، با طرف دیگه یه نخم به صورت مشترک به صورت مخالف هم دیگه از مهره سوم اشتراک میگیرم. برای اینکه بافت محکمی داشته باشیم نگاه کنید من نخم رو دارم چطوری میکشم. باید هرچی نختون رو محکمتر توی دستتون قرار بگیرید و بکشید بافت محکمتری رو دارید و جمع نمیشه. نگاه کنید الان من صافش میکنم صاف میمونه. پس باید نختون رو محکم توی دستتون بگیرید و بکشید. نگاه کنید من چطوری گرفتم. این یه روششه برای بافت مرواریدی. روش دوم برای بافت مرواریدیمون اینه که مهره 4 رو دوباره توی دستمون میگیریم، با همون نخی که از مهره 4 رد شده به صورت برگشتی به داخل مرواریدم میبرم. نگاه کنید چه فرمی شده. البته باید کوچیک‌تر باشه، حالا من بزرگتر گرفتم شما ببینید. خب بخواید هم کوچیکش کنید این سر نخ رو میگیریم میکشیم تا کوچیک‌تر بشه. با طرف دیگه این نخم از داخل همین گره رد میکنم و 2 سر نخم رو میگیرم و میکشم. نگاه کنید الان گره من اینجاه. هیچ وقت نباید گرهتون معلوم باشه. پس چیکار میکنم؟ این سر نخم رو توی دست میگیرم، همون سر نخی که باش گره رو درست کردم مرواریدم رو میگیرم و میکشم. نگاه کنید دیگه الان گرم معلوم نیست، گرم به داخل مروارید رفته. داخل همین بافت باید همچین کاری رو انجام بدید. بهش میگن گره مخفی. باعث میشه که کارتون محکم بشه. سعی هم کنید که حتما نختون رو بکشید که مطمئن بشید بافتتون محکم باشه. به هیچ عنوان بافتتون جمع نمیشه. برای مروارید پلاستیکی و برای مهره هایی هستش که سوراخه های بزرگتری دارن. تراشه یا مهره های سنگی سوراخه های کوچیکی دارن. بعد از همون روش اول استفاده کنید برای بافت مهره های سنگی و تراشه ها.